سلام و درود فراوان، امیدوارم حال دلتون خیلی خیلی خوب باشه. خوش اومدید به یه ویدیو ماینکرافتی دیگه از کانال گریفین کرافت. و قبل از اینکه بریم ویدیو رو ببینید خواهشاً یه حمایت بزرگ بکنید، کانال ما رو دنبال کنید، ویدیو رو لایک کنید و اگه دوست داشتین ویدیو ما رو به دوستانتون معرفی بکنید. بریم سراغ ویدیو. بریم برای یه ویدیو لیمویی دیگه و ببینیم این داستان قراره چی باشه. هیرو براین قراره بشه لیمو، چون اسم داستانش آی ام هیرو براینه و لیمو با ست دایمندی برگشته خونه و چه ست دایمندی خفنی هم داره. ستشو میذاره، شمشیرش هم میذاره اینجا و دایمندا و تمام وسایلشو میذاره داخل چستش. این روز خوبی بوده و تلویزیون رو روشن میکنه، میشینه فیلم ببینه، اشغال کنه. به نازم چقدر روز خوبی برای لیموه و هیچ اتفاق بدی نمیفته. هیرو براین اومد تو تلویزیونش، ایناست که بعد تلویزیون خاموش، این بچه ترسیده، تعیبی نداره. حالا یه هیرو براین گاز که نمیگیره اونقدرم. حالا چیز بعدی ممکنه نباشد و یه مقدار دورور خونی شده، پر اسکلت دود اومده تو ویلیج. ستونم هیرو براین اومده یه مقدار بد کارای این ویلیجرها رو کرده متاسفانه. و اصلا هیرو براین ماسک هیرو براین داره وات. و الان اوکی من قبول دارم تو ماسکشو زده بودی، اما لیمو رو دارن دست میندازن. واقعا کارتون زشت بود، خیلی کارتون زشت بود. لیمو هم برمیگرده خونه میگه بابا چه ویلیجرایی گیر آوردیم. ناراحت چند دقیقه بعد بیدار میشه و چرا همه ویلیجرها بیرون در اینن؟ میخندید بهش؟ به سرتون میاد نخندید به این. واقعا به سرتون میاد نخندید، کارتون واقعا زشت و بیشرمانه است. خجالت بکشید، بی تربیت. به لیمو نخندید، کارتون زشت است. جالب شد. ستونم ریک، واقعا ریک خیلی خوبه. اومده اینجاست من میگه اینو جواب بده، من بهت هد هیرو براین رو بدم. 2 به اضافه 2 ضرب در 2 خیلی تو ویدیو داشتیم و خب آره دیگه سب کنیم که کامنت ها بگید و در نهایت هم به خود لیمو بزنه دیگه که جوابش چند میشه. تو کل ویدیوهای نرده رو داشتیم، من دفعه اول اشتباه کردم اما خب الان خوبه میدونیم. و خب الان ست هیرو براین لیمو میخواد چیکار؟ میخواد بره ویلیجرها رو بزنه. من نمیدونم حقیقتا میخواد بره چیکار کنه. لیمو دیگه بزن، یه شیشو بزن ناموسا بریم ببینیم میخواد چیکار کنی با ست هیرو براین. واقعا عجیبه برام. بزن ستونم عددو بزن، اکتیو کن، شیشو بزن. باریکلا. خب الان ببینیم واقعا با هلمت و چیز هیرو براین میخواد چیکار کنی. میره اونجا پرو لباس خونه و لیمو هیرو براین وارد میشود. هلمت هم بذار تنت. باریکلا. بذار ستونم. دقیقا ببین تک ویلیجرها رو آره میذاره شب بشه، کله هیرو براین رو میذاره و میره تو کارش. تازه قراره اوضاع جالب شه و جذاب. خب اولین ویلیجری که قراره کاراش بشه در وا میکنه، میره تو خونش. سلام چطوری عشقم؟ میترس؟ نترس، هیرو براین اومده بخوردت. نه خب این خودی خورد. اینو نگاهش موضوع خرابه. بعد برو ویلیجر بعدی، برو در ببند. ویلیجر بعدی سوز نیاد شب. آره برو تو خونش. تو بودی من اذیت میکردی؟ هیرو براین که طرف نداره آخه، در نرو. ایناست که خوبه. شبم برمیگرده خونش. ایزی تور عالی ستونم. چند دقیقه بعد خب چی شده؟ لباسو عوض کن. این میتونه بد باشه، این موضوع واقعا بد باشه چون فهمیدن توی دیگه با لباس تو عوض کار بعدی کردی. ببینیم قسمت بعدی که داخل همین ویدیو هست چیه. لیمو داخل یه خونه خیلی خاکی و اوضاع بد زندگی میکنه، میاد بیرون از خونه و بهش میخندن. متاسفانه دارن مسخرهش میکنن که خونه‌ت چقدر بده. خب واقعا خونه‌اش خیلی بده، حق دارن مسخرت کنن. حقیقتا لیمو برای خونه درستابی پشت این چیه واقعا؟ چه خونه یاخی داری زندگی میکنی توش؟ همه هم تا نیش باز باش. حالا مگس میره تو دهنتون دوستان، مگس میره تو دهنتون. سلاتین همه دهن جان. خود هیرو براین اومده اینجا میگه اینو بهم حساب کن، برو تو پورتالم 6 به اضافه 8. تو کامنت ها بنویسید نظرتون این عدد چند میشه که لیمو
چرا میخوای بری حالا چرا داری به هیروبراین باور میکنی؟ زیش نکن طرف هیروبراین اصلا من نمیفهمم. اما خب پورتال هیروبراین داره دیگه چیکار کنیم؟ چه کنیم که پورتال خوب است. بریم عدد رو درست حد میزنه لیمو یا نه. شما هم تو کامنت ها لطفا بگید و ببینیم چه میکند این لیموی ما. آیا لیمو سخاری میشود یا لیمو لهنده؟ خب عدد 20 میزنی یا نه توتونم؟ 20 میزنی یا نه؟ آب باریکلا 20 بزن برو تو پورتال ببین چه میشه. هیروبراین میگه بفرما توتونم برو پورتال عشق کن. خب اینم خیلی زیبا و تمیز لیمو براین شد. کمک چه چیز خفنی شد. لیمو هم توانایی خفن بعد. اما خب حالا بهت گفتن خونت زشته نگفتن که برو. چرا میخوای بری بکشیشون؟ گناه دارن. حالا یه خونت واقعا زشت بود. خب واقعا خونت زشته چرا همش اینا داری میکشی؟ وقتی خونت زشته نمیتونن بگن خونت خوبه که همه هم داره وانشات میکنه. کل ویلیج رو نابود کرد. کل ویلیج رو نابود کرد. و چرا چه اوضاعی کرد ویلیج ها. لیمو رو نباید عصبانی کنیم. این بد است. قشنگ سریالی قتل عام کرد لیمو. درم بس ایناست که جالبه. و پیرمرد مهربون چطوری؟ شده پیرمرد مهربون چیکار کنه؟ همه جنازه ها رو داره میبینه. خب میگه نه این درست نی و میخواد چه کنی؟ اوه خب دم خونه لیمو براین میخواد چه کنی؟ یه داخل خونهش و صبح لیمو بیدار میشه میبینه این پیرمرد مهربون تو خونهشه. میرید مردم رو میکشی ویلیجر رو میزنی. اوه انداختهش تو ترپ. این بد است. میگه چه اتفاق افتاده؟ پیرمرد مهربون بالا میگه لاوا. لیمو شرمنده است. هم لیمو سخاری میشه الان. لیمو تبدیل به لیمو سخاری شد. مبارک است. خیلی دمتون گرم که ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم خوشتون اومده باشه و لذت برده باشین. تا ویدیو بعدی و روز بعدی بدرود.